هندیا وقتی میخوان میمونی رو شکار کنن، سیبی رو میذارن تو کوزه‌ای که دهانه‌ای باریک داره. میمون میاد دستشو میکنه تو کوزه، چنگ میزنه به سیب، اما وقتی میخواد سیب رو از تو کوزه بیرون بیاره دیگه گیر افتاده. میمون این گونه گیر میفته. تو هم نگاه کن ببین به چه چیزی تو زندگی چنگ زدی که تا این حد گرفتارشی. ترس رهاش کن، قضاوت رهاش کن، خشم رهاش کن، نگرانی رهاش کن، مقایسه است رهاش کن، حسرت رهاش کن، احساس گناه رهاش کن و هر روز یه دل سیر بخند، خصوصا وقتی که نمیتونی هیچ کدوم از اینها رو رها کنی.